خبر فوری: حملات استثنایی موشکی حزب الله لبنان به سرزمین‌های اشغالی. حزب الله لبنان در حملات موشکی اخیر خود و بندر ایفا و نتانیا و الخزیره و بخش‌های دیگری از شمال که ساعت پیش انجام شد از 2 موشک بالستیک نیز استفاده کرده است. رسانه‌های صهیونیستی از 3 موج حملات استثنایی موشکی حزب الله لبنان به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند که در این حملات از 2 موشک بالستیک نیز استفاده شده است. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از انفجار موشک بالستیک زمین به زمین در سرزمین‌های اشغالی خبر داده و این موج حملات حزب الله را استثنایی ارزیابی کرد. این رسانه‌ها ساعت قبل اعلام کردند که در پی حمله موشکی حزب الله لبنان آژیرهای خطر در شهرهای نتانیا و الخزیره فعال شده است. شبکه المیادین نیز گزارش داد که صدای انفجارهای مهیبی از این مناطق به گوش می رسد. رسانه‌های صهیونیستی همچنین اعلام کردند که آژیرهای خطر در منطقه مرکزی الجلیل، کریات آتا، والکرمل و مناشه و بخش‌های گسترده‌ای از شمال سرزمین‌های اشغالی شنیده می شود. خبرنگار المیادین اعلام کرد که طی ساعات اخیر مجموعاً 3 حمله موشکی با تعداد زیاد موشک از لبنان به سمت سرزمین‌های اشغالی انجام شده است. در همین رابطه حزب الله لبنان نیز اعلام کرد که مرکز استقرار نیروهای نظامی دشمن در منطقه العمرا واقع در جنوب شهرک الخیام را با موشک هدف قرار داده است.